بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی رحمت الله متعلق به مؤسسه محب سلامت کاشان است. این بیمارستان با برخورداری از مجهزترین و بروزترین تجهیزات پزشکی با آخرین تکنولوژی روز دنیا، حضور بیش از 130 پزشک متخصص و فوق تخصص، همواره تعهد راسخ خود به درمان ایمن توأم با مهربانی را به کلیه مراجعین نشان داده است. وجود راهروی لبخند، دیوارنگاره‌ها، تابلوهای زیبا و آرام بخش، کتابخانه و محیط تمیز، محیطی آرام و دور از استرس و نگرانی برای بیماران به وجود آورده است. تالار جراحی شامل 6 اتاق عمل آماده ارائه خدمت رسانی در کلیه ساعات شبانه روز به بیماران اورژانسی و غیر اورژانسی می باشد. در این مجموعه جراحی‌های عمومی و سایر جراحی‌ها در کمال سلامت و امنیت انجام می‌گردد. بخش پرتو درمانی شامل 3 بخش رادیوتراپی، براکیتراپی و شیمی درمانی می‌باشد. بخش رادیوتراپی دارای 2 دستگاه رادیوتراپی زیمنس آلمان می‌باشد. بخش براکیتراپی این بیمارستان اولین مرکز براکیتراپی در استان اصفهان و استان‌های همجوار می‌باشد. بخش شیمی درمانی با 11 تخت در حال خدمت رسانی می باشد. از امکانات موجود در این بخش دستگاه کلاه سرد می باشد که بیماران می توانند درمانی بدون ریزش مو را تجربه کنند. ما توانسته ایم درمانی ایمن به صورت رایگان و بدون دریافت فرانچیز را به بیماران ارائه نماییم. حدود 60 الی 80% بیماران این بخش از شهرها و استانهای دیگر به این بیمارستان مراجعه می نمایند. جهت رفاه حال بیماران و همراهان، یک مجموعه اقامتسرای سنتی در اختیار آنان به صورت رایگان قرار گرفته است. دیالیز دارای 11 تخت مجهز به دستگاه دیالیز پیشرفته می باشد که در 3 شیفت کاری در حال انجام وظیفه می باشد. بخش کتلب ارائه دهنده خدمات آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی، بالونگذاری و کارگزاری باتری‌های قلبی می باشد. بخش جراحی قلب باز در تمام ایام هفته آماده ارائه خدمت به بیماران با استفاده از کادر مجرب و تجهیزات بروز دنیا می باشد. بخش سنگ شکن برون اندامی مجهز به پیشرفته ترین دستگاه سنگ شکن ولف آلمان است که قادر است با امواج فراسود سنگ‌های کلیه و مجاری ادراری را به صورت سرپایی و بدون بیهوشی با کمترین آسیب و درد خرد نماید. بخش زایمان دارای اتاق‌های LDR با امکان حضور همسر می باشد. بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی رحمت الله اولین بیمارستان دارنده لوح ممتاز دوستدار کودک در کشور می باشد. بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی رحمت الله تنها مرکز دارنده مجوز پذیرش بیماران بین الملل یا IPD در منطقه می باشد.
و با توجه به اینکه از پتانسیل و ظرفیت‌های مطلوبی برخوردار است، می‌تواند کلیه خدمات پزشکی و درمانی خود را در کلاس جهانی و فراتر از مرزها ارائه دهد. بخش اسکوپی آماده ارائه خدمات آندوسکوپی، کولونوسکوپی، برونوسکوپی، ERCP، آندوسونو و اکوی مری و ریه، استنت گذاری، بالون لاغری و خروج جسم خارجی به وسیله آندوسکوپی در تمام ایام هفته به بیماران بستری و سرپایی می باشد. از دیگر امکانات ویژه این بخش، دستگاه کلون هیدروتراپی و یا همان تخلیه روده بدون استفاده از دارو می باشد که برای اولین بار در کاشان مورد بهره برداری قرار گرفته است. بخش تصویربرداری با برخورداری از پیشرفته ترین تجهیزات، رادیولوژی، CT اسکن و سونوگرافی به صورت 24 ساعته در حال خدمت رسانی است. بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی رحمت الله دارای آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، پاتولوژی و سلولی مولکولی می باشد. تمامی خدمات این بخش به صورت بستری و سرپایی ارائه می گردد. بخش چشم پزشکی مجهز به انواع تجهیزات بروز نظیر آرگون یا PRP، آنژیوگرافی چشمی یا OCTA می باشد. وجود 20 کلینیک تخصصی و فوق تخصصی و حضور پزشکان ناماشنا و حاذق همه روزه از مزیت‌های این بیمارستان می باشد. بخش اورژانس مجهز به تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته و دارای اتاق‌های CPR و تریاژ می باشد. این بخش در 24 ساعت دارای پزشک مقیم اورژانس می باشد. بخش ICU شامل 12 تخت به همراه بروزترین تجهیزات پزشکی می باشد. پزشکان متخصص بیهوشی به صورت شبانه روزی در این بخش به صورت مقیم حضور دارند. همچنین بخش CCU شامل 13 تخت می باشد. بخش‌های بستری دارای اتاق‌های یک تخته می باشد. ضمن اینکه هر اتاق دارای کلیه امکانات رفاهی است و کمک می‌کند بیمار به اندازه یک هتل 5 ستاره احساس راحتی داشته و جز بیماریش دغدغه دیگری نداشته باشد. ایمیل درمان شوید. بیمارستان فوق تخصصی آیت الله یثربی کاشان